80 شد. 80 سالتون شد؟ نه دلار 80 شد. خب چرا باید بمیری؟ الان اینجا ساعت چنده؟ 1 ظهر. دقیقاً همین الان تو ایران برق نیست. خب 2 که میاد. ها 2 یه جا میاد یه جا دیگه میری. خب آب که دارین. نه دیگه خیلی جا برق که رفت آبم میره. هوا که دارین. ما اصلا به خاطر هوا مردیم. چرا؟ 2 تا نفس عمیق کشیدیم توی سومی اسرائیل بغلمون کرد. خب بشینین تو خونه. کدوم خونه؟ خونه ندارین؟ نه دیگه صاحبخونه پول پیش 2 برابر کرد. ترتمون کردم بیرون. پس کجا زندگی میکردین؟ همین دیگه ما جا نداشتیم مردیم بیایم اینجا. اینجا جا هست. جا که هست. یعنی بقیه دارن تو همین شرایط زندگی میکنن؟ ها بابا خوش میگذره. خوبی هم داره. چیه خوبیاش؟ ما یارانه داریم. چقدر؟ 400,000 تومان. میشه $5. خیلیه. واقعا خیلیه. یکی از مشکلات ما اینه که نمیدونیم چطور یارانه